جنگ جهانی دوم با آغاز تهاجم نازی‌ها جهان را به صحنه‌ای از نبردهای بیرحمانه و قهرمانی‌های بی‌نظیر تبدیل کرد. این درگیری عظیم با حضور تکنولوژی‌های جدید و استراتژی‌های نوین به یکی از سرنوشت سازترین رویدادهای تاریخ بدل شد که در هر گوشه جهان قصه‌های فراموش نشدنی از مقاومت و فداکاری به یادگار گذاشت. جنگ جهانی دوم از سال 1939 تا 1945 قدرت‌های بزرگ جهان را درگیر نبردی شدید کرد. این جنگ با حضور بیش از 100 میلیون نظامی از 30 کشور به معنای واقعی یک جنگ جهانی بود. کشورهای درگیر با بهره‌گیری از تمام توان اقتصادی و علمی و صنعتی خود در دو جبهه متحد جنگی بیرحمانه را پیش بردند. جنگ جهانی دوم در 1 سپتامبر 1939 با حمله آلمان به لهستان آغاز شد. به دنبال آن فرانسه و دیگر متحدان لهستان به آلمان اعلان جنگ کردند و نبرد بین دو بلوک متفقین و متحدین شدت گرفت. این جنگ که حدود 6 سال به طول انجامید به گسترده ترین درگیری نظامی تاریخ تبدیل شد و سراسر جهان را درگیر کرد. سرانجام با شکست آلمان و ژاپن در 2 سپتامبر 1945 جنگ به پایان رسید و متفقین پیروز شدند. در برخی از مهمترین علل وقوع جنگ جهانی دوم، تصمیمات عهدنامه ورسای، الزام آلمان به پرداخت غرامت جنگی، بحران اقتصادی 1929 و رقابت فاشیسم با مارکسیسم و دموکراسی غربی بودند. این عوامل مردم را به طور عمومی وارد صحنه جنگ کردند و بحران‌های اقتصادی و تلفات جنگ تعداد زیادی از کشته شده‌های نظامی و غیر نظامی را به همراه داشت. پس از جنگ جهانی اول، بریتانیا به عنوان یگانه پیروز با فروپاشی امپراتوری عثمانی، انقلاب بولشویکی در روسیه و سقوط دولت آلمان مواجه شد. شکست آلمان سرخوردگی و خشم مردم آن کشور را برانگیخت و بحران اقتصادی 1929 زمینه ساز قدرتگیری تندروها به رهبری آدولف هیتلر در 1933 شد که سیاست میلیتاریزه کردن آلمان را در پیش گرفت. ظهور آدولف هیتلر که شکست آلمان در جنگ جهانی اول را نتیجه توطئه‌های یهودیان و کمونیست‌ها می‌دانست، عامل اصلی بروز جنگ جهانی دوم به شمار می‌آید. او با شعار برتری نژاد ژرمن و گسترش قلمرو آلمان در اروپا، خواستار تجدید نظر در پیمان ورسای شد و نفوذ خود را در دنیا گسترش داد. بعد از جنگ جهانی اول، تقسیم ناعادلانه سرزمین‌ها بین کشورهای پیروز و شکست خورده تبعیض بزرگی ایجاد کرد. ایتالیا نیز که از وعده‌های بریتانیا در جنگ جهانی اول ناامید شده بود، با رهبری بنتینو موسولینی و سیاست‌های توسعه طلبانه به دنبال ایجاد امپراتوری روم نو بود. این کشور پس از تحریم‌های بین‌المللی به دلیل حمله به اتیوپی به آلمان پیوست. نارضایتی آلمان، ایتالیا و ژاپن از شرایط پس از جنگ جهانی اول آنها را به ساخت سلاح و آمادگی برای جنگ در طول 20 سال بعدی سوق داد و زمینه وقوع جنگ جهانی دوم را فراهم کرد. آدولف هیتلر به بهانه آزار آلمانی‌های ساکن لهستان تصمیم به حمله به این کشور گرفت. لهستان نیز برای دفاع از خود از فرانسه و بریتانیا تضمین همکاری گرفت. برای جلوگیری از دخالت شوروی، هیتلر در 23 اوت 1939 پیمان محرمانه عدم تجاوز با شوروی را امضا کرد که در آن توافق شد لهستان بین دو کشور تقسیم شود. 1/3 غربی به آلمان و 2/3 شرقی به شوروی تعلق گرفت. با این توافق هیتلر اطمینان یافت که شوروی مزاحمتی ایجاد نخواهد کرد و در 26 اوت 1939 دستور حمله به لهستان را صادر کرد. اما 1 روز پیش از آن لهستان و بریتانیا معاهده‌ای رسمی امضا کردند که بریتانیا را ملزم به کمک به لهستان می‌کرد
و همین امر باعث شد هیتلر حمله را چند روز به تعویق بیاندازد. جنگ جهانی دوم در اول سپتامبر 1939 با حمله آلمان به لهستان آغاز شد. انگلیس و فرانسه همراه با استرالیا و نیوزلند در 3 سپتامبر به آلمان اعلان جنگ کردند. آفریقای جنوبی و کانادا نیز چند روز بعد به ائتلاف علیه آلمان پیوستند. اما کمک خاصی به لهستان نکردند و لهستان در کمتر از 1 ماه شکست خورد. ژاپن در 27 سپتامبر 1940 با آلمان و ایتالیا پیمان 3 جانبه امضا کرد و در 7 دسامبر 1941 با حمله به پرل هاربر آمریکا را وارد جنگ کرد. آلمان نازی در 22 ژوئن 1941 به شوروی حمله کرد و از تکنیک حمله برق‌آسا استفاده نمود. اما شوروی با استراتژی دفاع مطلق جنگ را به زمستان کشاند و آلمان‌ها را در نبرد استالینگراد متوقف کرد. این نبرد نقش تعیین کننده‌ای در سرنوشت جنگ جهانی دوم داشت. در جنگ استالینگراد که از 23 آگوست 1942 تا 2 فوریه 1943 میلادی به طول انجامید، ارتش سرخ شوروی توانست با مقاومت سرسخت در داخل و اطراف استالینگراد شکستی فاجعه بار به ارتش آلمان نازی وارد کند. این نبرد که به عنوان خونین ترین نبرد جنگ جهانی دوم شناخته می شود، بیش از 2 میلیون نفر را کشته و مجروح کرد. با این پیروزی مهم، ارتش سرخ شوروی پیشروی خود را در سایر مناطق شوروی ادامه داد و به بازپسگیری سرزمین‌های از دست رفته پرداخت. این شکست آلمان در شوروی باعث شد که دولت‌های متحد در اوایل 1943 ابتکار عمل را از دست بدهند و تصمیم برای برگزاری کنفرانسی جهت تصمیم گیری در جنگ بگیرند. کنفرانس تهران در نوامبر و دسامبر 1943 برگزار شد که به نام جبهه دوم در غرب اروپا تاکید شد. در این کنفرانس فرانکلین دلانو روزولت، رئیس جمهور ایالات متحده، وینستون چرچیل، نخست وزیر بریتانیا و جوزف استالین، نخست وزیر شوروی، به هم ملاقات داشتند. استالین در این کنفرانس با تاکید بر حمله همزمان به جبهه شرق و غرب موافقت خود را نسبت به این استراتژی اعلام کرد. وی همچنین فشار زیادی به رهبران غربی وارد کرد تا مقدمات حمله طولانی مدت به فرانسه را فراهم کنند. این تصمیم گیری ها باعث شد که امریکا و انگلستان نقشه جنگی را طراحی کنند که به عنوان بزرگترین عملیات نظامی در جنگ جهانی دوم محسوب می شود. پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 آلمان به 2 بخش شرقی و غربی تقسیم شد. بخش غربی به کنترل امریکا، بریتانیا و فرانسه درآمد و راهی برای توسعه دموکراسی و اقتصاد آغاز شد. در حالی که در آلمان شرقی شوروی حاکم بود و یک حکومت کمونیستی تأسیس شد. این تقسیم بندی پس از جنگ جهانی دوم نمادی از تقابل سیاسی و ایدئولوژیک بین غرب و شرق بود که تا اواسط دهه 1980 تأثیرگذار بود و اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده به عنوان 2 قدرت برجسته جهانی شناخته شدند. بعد از پایان جنگ جهانی دوم، متفقین در کنفرانس یالتا در شهر یالتا، شبه جزیره کریمه، به توافق رسیدند که آلمان را اشغال کنند و این کشور را ملزم به پرداخت غرامت کنند. همچنین در این کنفرانس مسائلی مانند تنگه‌های بستر، داردانل، شکلگیری سازمان ملل متحد، سرنوشت مستعمرات، مسئله ایران و تخلیه آن و همکاری 3 کشور متفقین بررسی شد. 5 ماه بعد کنفرانس پوتسدام در آلمان برگزار شد که در آن استالین، چرچیل و ترومن حضور داشتند. در این کنفرانس تصمیماتی مانند خلع سلاح آلمانی‌ها، نازی زدایی،
ایجاد دموکراسی در آلمان و امضای قراردادهای صلح با رومانی، بلغارستان، فنلاند و مجارستان اتخاذ شد. همچنین تصمیم به استفاده از بمب اتمی علیه ژاپن نیز در این کنفرانس به تصویب رسید. جنگ جهانی دوم به طور جدی ساختار اجتماعی و نظام قدرت جهان را دگرگون کرد. پس از پایان این جنگ خونین، سازمان ملل متحد به منظور پیشگیری از وقوع رویدادهای مشابه تأسیس شد. اروپا که به شدت زیر فشار جنگ قرار گرفته بود، در پی جبران خسارات بزرگ جنگ کم قدرت شد و مستعمرات آفریقایی و آسیایی آن به استقلال رسیدند. کشورهای اروپایی که پس از تجربه وحشتناک جنگ جهانی دوم از پیامدهای آن آگاه شدند، با انعقاد پیمانهای چند جانبه تلاش کردند که دشمنی‌های بین‌المللی را کاهش دهند. کشورهای امریکا و شوروی که پس از جنگ به عنوان دو ابرقدرت محسوب می‌شدند، بیش از 50 سال در یک دوره جنگ سرد قرار گرفتند که در آن دو نیروی بزرگ جهانی به طور غیر مستقیم در تقابل قرار داشتند.